با سلام و درود خدمت همراهان گرامی برنامه همدم. اگر کار کردی پولت رو باید بگیری، حتی اگه بدون مدرکی. شریفی هستم از مرکز مشاوره کانون وطندار. در مورد یکی از مهمترین سوالاتی که هر روز مهاجرین از ما میپرسن صحبت میکنیم. ما بدون مدرک داریم سر کار میریم، اما اگه صاحب کار پول ما رو نده ما میتونیم ازش شکایت کنیم. خیلیا فکر میکنن که چون بدون مدرک دارن کار میکنن و مدرکی ندارن اینا هیچ حقی ندارن، اما باید بدونن که این درست نیست. خب قانون چی میگه؟ قانون کار ایران خیلی واضح و روشنه. هر کسی که در ایران کار میکنه باید مزد دریافت کنه، حتی اگه شما مهاجر هستین، حتی اگه مدرک اقامت و کارت کار نداشته باشید. ماده 2 قانون کار میگه که کارگر یعنی کسی که به درخواست کارفرما کاری رو انجام میده و در قبال اون کاری که انجام میده دستمزد دریافت میکنه. هیچ جا نمیگه که فقط ایرانی یا فقط کسی که کارت شناسایی یا مدرک داره. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه شما توی یه نانوایی کار میکنین، تو ساختمون کار میکنین، توی یک مزرعه کار میکنین، هر جایی که مشغول به کار هستین، حتی اگه غیر قانونی هستی، باز هم صاحب کار حق نداره که پول شما رو بخوره و بهتون نده. اگر من شکایت کنم نکنه که دستگیر و رد مرز بشم. ببینید دوستان، واقعیت اینه که هیچ تضمینی نیست که شما اصلاً بازداشت نشید، چون که پلیس گاهی به وضعیت اقامت توجه میکنه. اما در عمل تجربه نشون داده که در شکایت‌های کارگری نیروی انتظامی زیاد دخالت نمی‌کنه، مخصوصاً اگه موضوع روشن و واضح باشه و مدارک و شواهد وجود داشته باشه. دوستان، ما موارد زیادی رو داشتیم که کسانی بودن که بدون مدرک بودن و تونستیم از طریق قانونی اون حق و زحمه اونها رو بگیریم. خب حالا چه مدارکی برای شکایت نیاز هست؟ اگه میخواین دستمزد و حقتون رو بگیرین، بهتر هست که این موارد رو داشته باشید. شاهد یعنی کسی باشه و ببینه که شما اونجا کار کردید. سند یا رسید اگر پولی قبلا به شما دادن یا قراردادی فیما بین شما نوشته شده، عکس یا ویدیو از محل کارتون، جایی که اونجا کار میکردین، پیامک یا چت واتساپ با کارفرما، همه اینها میتونه به شما کمک کنه. شاید شما مدرکی نداشته باشین، اما حتی یه شاهد میتونه توی این روند به شما خیلی کمک کنه. حالا چطور شکایت کنیم؟ شما میتونید به اداره کار مراجعه کنید. دوستان، اگه تهران هستید میتونید حضوری به مرکز مشاوره کانون وطندار مراجعه کنید و یا اینکه وقت مشاوره به صورت آنلاین رزرو کنید. ما کمکتون میکنیم. میتونیم شکایتنامه براتون تنظیم کنیم. حتی میتونید به ما وکالت بدین که پیگیر امور شما باشیم. میتونیم با کارفرما صحبت کنیم. فقط اینو بدونید که شما تنها نیستید. پس اگه کار کردید حق دارید که پولتون رو بگیرید. هیچ کسی حتی اگه شما مدرک نداشته باشید حق اینو نداره که حق شما رو بخوره. ما اینجا هستیم برای حمایت از شما. دوستان، اگر سوالی دارید میتونید سوالهاتون رو برای ما کامنت کنید، میتونید وقت مشاوره رزرو کنید. ما این روزها در کنار شما هستیم. دوستان، آدرس دفتر ما خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه هرات دوم، پلاک 8، طبقه 3.